برادر عزیز، تشابه به کفار در امور دین جایز نیست. در امور دین مثلا شما کت شلوار بپوش، لباس ورزشی بپوش، هر طوری که میخوای بپوش، اگر در اون چارچوب شریعت اسلام باشه، از ناف تا زانو اینا رو در نظر بگیری، عورت و اینا هویدا نباشه، جایز است. اما پوشیدن لباس اون پاپی که در کلیسا روزای یک شنبه میسته دعا میخونه جایز نیست. چرا؟ اون شعار دینش است. انداختن سری به گردن جایز نیست، چون این نشانه دین مسیحیت است. اون کلاه کوچیکی که یهودی‌ها سرشون میگذارن برای ما جایز نیست، چون این علامت دینشون است. پس آنچه که در دین مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هر دین دیگری، دینهای چه آسمانی باشه چه دینهای باطل باشه، بت پرستی باشه، وقتی علامتی از علائم دین باشه، استفاده کردنش برای ما به معنی تشابه با آنهاست و این جایز نیست. اما ماشین سوار شدن، موبایل استفاده کردن، کت شلوار پوشیدن و غیره، چیزایی که در امور دین نباشه، اینها اشکالی ندارد.